جاده موفقیت هیچ وقت سرراست نیست. جاده موفقیت پیچی داره به نام شکست، دور برگردونی داره به نام سردرگم، سرعتگیری داره به نام بعضی از دوستان، چراغ قرمزی داره به نام دشمنان، چراغ احتیاطی داره به نام خانواده، تابلو راهنمایی داره به نام هدایت الهی. توی این جاده یه ماشینی هست به نام اراده، راننده ای داره به نام عقلانیت، فرمونی داره به نام بصیرت، موتوری داره به نام جسارت، چرخهایی داره به نام تلاش. دو تا آینه کوچیک اینقدر رو به عقب داره به نام عبرت، نه حسرت، عبرت. صندوق عقبی داره به نام تجربه، دنده گیربکسی داره به نام برنامه ریزی، برف پاکنایی داره به نام شفاف سازی. تو باک این ماشین یه سوختی هست به نام امید، یه مکمل سوختی هست به نام توکل. این ماشین یه کمک فنری داره به نام انعطاف، مدارا.